علی من به من آموخت هر چقدر وقت بذاری که دیگران رو خراب کنی، همانقدر وقت کم میاری که خودتو آباد کنی. این علی منه. علی من همان علی است که فرمود در تنهایی مواظب افکارت، در خانواده مواظب رفتارت و در جامعه مواظب گفتارت باش. علی من همان علی است که فرمود قصه خوردن بر نداشته ها هدر دادن داشته هاست. علی من همان علی است که فرمود بسیاری از اوقات برای جبران یک لحظه توقف هزاران ساعت باید بدوی. علی من همان علی است که فرمود بزرگترین توهین انسان به خودش مقایسه باطن زندگی خودش با ظاهر زندگی دیگران. علی من همان علی است که فرمود بزرگترین خیانت انسان به خودش ترس از این است که دیگران در موردش چه میگویند. علی من همان علی است که فرمود بزرگترین مصیبت ها آن دست مصیبت هایی است که هرگز اتفاق نمی افتد و فقط محصول توهم انسان است.